سلام علیکم. خب این ویدیوی امروز ما مربوط به کسایی است که میگه انگلیسی ما خیلی خوبه یا ما خوب میتونم، یعنی انگلیسی ما بسیار کامل شده. خب انگلیسی در کل اصلا کامل نمیشه. اصلا نمیتونیم که انگلیسی را کامل کنیم، چون ما کسایی نیستیم که از زمانی که تولد شویم یا فرض کنیم که شروع کنیم انگلیسی یاد بگیریم و این ذهن ما در سن فرض کنید 16 و 20 سالگی میتونه کلمات رو برداشت کنه، ولی نه به اندازه ذهن اطفال یا طفل 6 ماه. ذهن آنها بسیار قوی و فعال هستند، هرچی بگویی کش میکنه. خب با عنوان یا نان نیتیو انگلیش سپیکر یا زبان انگلیسی، اگر زبان عامیانه تو نیست، یعنی مثل ما زبان دومت هست، میخوایی که رشدش بدهی و به عنوان یک مهارت با خود داشته باشی تا در هر جا بتونی از آنها استفاده کنی. و ایه که باور کنی که انگلیسی کامل نمیشه. بله، من از خیلی کسا شنیدم که میگه که انگلیسی ما کامل است، که تو انگلیسی کامل نمیشه. بله، انگلیسی ما فول است، انگلیسی فول نمیشه. ما نان نیتیو انگلیش سپیکر هستیم و این زبان دوم ما هست و ممکن است که اگر تمرین نکنیم یا فرض کنیم که گفتگو نکنیم، گفتگوهای عامیانه نداشته باشیم، ممکن است کلمات را که قبلا حفظ کردیم به زودی از دستش بدهیم، از ذهن ما خارج شود و یا هم به یاد نیاوریم. این را بارها تجربه کردید شما 2 ماه مکمل، یا فرض کنید که صحبت نکنید، تمرین نکنید. بله، ممکن که اگر شما تمرین نکنید یا به مدت 2 ماه یا 3 ماه یا گفتگویی در انگلیسی نداشته باشید، ممکن کلمات را فراموش کنید و ممکن هم به اندازه قبلی که فلوئنت بودید یا روان صحبت میکردید دیگر روان نباشید. این بسیار مهمی است، کیفیت بسیار مهم است. پس این تمرینات روزانه بسیار اهمیت دارد برای یادگیری یک زبان دوم، نه تنها انگلیسی، هر زبانی که باشد. حالا ما چون تمرکز ما روی انگلیسی هست و به تمرینات روزانه کم کم، آهسته، پیوسته بسیار مهم است و بسیار هم اثرگذار. و توصیه من این است که خصوص برای انگلیسی زبان ها که هرگز ناامید نباشید. وقتی شما ویدیوی گوش میکنید که اندکی نمیفهمید، این مشکل شما نیست، این مشکل سطحی است که باید اندکی بیشتر تلاش کنید و بیشتر گوش بگیرید، ولی ناامید هرگز نشوید. بله، و بله، همانطوری که ما در زبان فارسی گاهی بعضی ما خیلی خوب صحبت نمی کنیم یا فرض کن که کلمات رو میخوریم، خوب حرف نمیزنیم و طرف مقابل ما را نمیفهمد. حتی در زبان خودمان، او هم فارسی زبان است و ما را نمیفهمد یا نمیشنود یا هزار مشکلات دیگر. شاید مشکل از ما باشد که خوب حرف نمیزنیم، گاهی مشکل از ما نیست، گاهی مشکل از انگلیسی زبان ها هم هست که شاید خیلی سریع حرف میزنن یا خیلی پیچیده استفاده میکنن کلمات را. شما اگر یک فردی باشد که ابتداییه باشد، مستقیم برید خبرهای BBC را گوش کنید، قطعا شما نمیفهمید و آن وقت ناامید شوید که چرا نمیفهمم یا من خیلی مشکل دارم. نخیر، شما در سطح خودتان هستید و خیلی هم خوب هستید، در سطح خودتان بهترین هستید و شما نمیتوانید که در یک روز یا یک ماه مثل یک فلوئنت یا مثل یک نیتیو انگلیش سپیکر صحبت کنید. پس خودتان را هرگز نبازید، ناامید نباشید. انگلیسی نوعی از سفری است، که نوعی از جورنی است که باید آهسته پیوسته ادامه داد. کم 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 میرسیم به جایی که همه چی را میفهمیم، کشف میکنیم، به همه چی پی میبریم. آهسته آهسته نمیشود. بله، شما هر روز میتوانید یک اسلنگ یاد بگیرید، هر روز میتوانید یک لغات جدید، تجربه جدید یا پادکست های جدید و همچنان تجربه داشتن یک کمیونیکیشن خوب با افراد جدید. شما اینطوری میتوانید که آهسته پیوسته ادامه دار انگلیسی خود را تقویت کنید
عجله نکنید و سر خودتان فشار نیاورید و آنهایی را انگلیسی اسپیچ هایی را که شما نمیفهمید و گوش میگیرید یا کش نمی کنید، ناامید نباشید، دوباره گوش بگیرید و آسان ترش رو گوش بگیرید. نمیگویم که همان را تکراری گوش کنید. پادکست های آسان، سخت، ایزی، intermediate, advanced، different kind English level ما داریم، میتواند گوش بگیرید. و حالا دنیای تکنولوژی است، دنیای اینترنتی است که شما حتی بدون خواستن از استادتان یا میتوانید از اینترنت دنیای از پادکست ها شما بیابید و دانلود کنید و آن را گوش بگیرید و برای شما بسیار مفید است و در سطح خودتان گوش بگیرید. اگر سطح شما واقعا ادوانس هست، یک انگلیسی خوب حرف میزنید یا به آسانی میفهمید، میتونید به آسانی کچ کنید. میتونید که خبرهای بی بی سی و انگلیسی نیتیو انگلیش اسپیکر ها را که از امریکا ها، از کشور امریکا یا فرض کنید که از بریتیش میتونید صحبت کنید و در سطح خودتان یا اگر ابتدایی هستید میتونید ایزی امریکن انگلیش اسپیکر یا این گونه بخش ها رو میتونید گوش کنید. ولی در هرگز ناامید نباشید که انگلیسی این گونه است. من خودم حالا هم به چالش های فراوان گیر میکنم، نمیگویم که خوب هستم، انگلیسی من بسیار عالی است. من هم بسیاری از تفاوت های اکسنت ها را دیدم، مردم های مختلف را دیدم و به گونه های متفاوت صحبت میکند که بسیار از کلمات را شما نمیفهمی یا بعضی اوقات در همان اکسنت امریکایی تو بسیار راحت میفهمی، در اکسنت ایندیان تو نمیفهمی حتی اگر راحت صحبت کنند. Bien, English journey, go step by step. This is the kind of way that you have to go.